سرخط خبرهای مهم. هشدار به شرکت‌های موبیلی برای علاقه پست صفت. طالبان حملگران چینی ها را می‌جویند. سفر کارگران تاجیک به قطر را بررسی کردند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می‌گردد. امروز جمعه 29 نوامبر. شرکت‌های موبیلی من بعد برای پس بودن صفت علاقه نه فقط جریمه می‌شوند، بلکه نسبت به آنها پرونده جنایی آغاز گردیده، همچنین اجازتنامه کاریشان بیکار خواهد شد. این هشداری بیکصبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان در پی افزایش مراجعت ساکنان از پس بودن صفت علاقه در منطقه‌های گوناگون کشور صدا داده است. و روز 26 نوامبر هنگام واخوری با نمایندگان شرکت‌های موبیلی، کارخانه شهری هوشمند و نمایندگان وزارت کار داخلی گفته است هرچند دوام چند سال اخیر اصلاحات و مدرنیزاسیون ساحه علاقه با سرعت ادامه یافت، باز هم شرکت‌ها موفق نشدند که پوشش رادیویی صفت علاقه را به طور باید و شاید تامین سازند. در این زمان بیکصبور از نماینده وزارت کار داخلی خواسته است که برای نظارت از وضع خدمت رسانی‌های علاقه موبیلی، خصوصا فعالیت بی تأخیر ایستگاه‌های بازاوی و مسئولیت پذیری مسئولین شرکت‌ها در محل‌ها با خدمات علاقه همکاری کنند. ارزش گران و سرعت نامناسب اینترنت در تاجیکستان همیشه از سوی مشتریان و سازمان‌های بین‌المللی انتقاد می‌شود. در 2 سال اخیر پرزیدنت کشور امامعلی رحمان نیز در پیام‌هایش از سرعت و ارزش اینترنت نگرانی می‌کند. گروه طالبان وعده دادند که در یافتن و بازداشت گمانبران حمله به شهروندان چین و تاجیکستان یاری می‌کنند. در این باره 2 منبع از نهادهای تفتیشاتی و مرزبانی تاجیکستان به رادیو آزادی خبر دادند. حمله به شهروندان چین و تاجیکستان روز 18 نوامبر در دره زربوزی ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان در سرحد با افغانستان صورت گرفت. در پی این حمله یک شهروند چین کشته، 5 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان زخمی گشتند. 2 منبع از مقامات تفتیشاتی و مرزبانی تاجیکستان روز 28 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که از زمان حمله تا کنون نمایندگان دوشنبه با طالبان 2 دفعه گپ زدند. نمایندگان طالبان گفتند از این حادثه ناراحتند و برای بازداشت گمانبران همه کار خواهند کرد. با گفته این منبع، طالبان نام 4 گمانبری احتمالی را به مقامات تاجیک پیشنهاد کرده گفتند آنها را در پیگرد قرار دادند. مقامات تاجیکستان و طالبان تا کنون حادثه را رسما شرح ندادند و خبر حمله در رسانه‌های دولتی تاجیکستان هم نشر نشد. اما وزارت کارهای خارجه چین کشته شدن یک شهروندش را در مرز تاجیکستان با افغانستان روز 19 نوامبر محکوم کرده خواهان تحقیق موشکافانه حادثه شد. مقامات تاجیکستان و دولت قطر مسئله به کار تامین کنی شهروندان تاجیکستان در این دولت عربی را بررسی کردند. در این باره سامانه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان خبر می‌دهد. در ملاقات گلنورا حسنزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با علی بن سمیخ المری وزیر رشد اداری، مهنت و امور اجتماعی دولت قطر، هیئت تاجیکستان در این بخوری پیشنهاد نموده است که همکاری من بعد برای با کار تامین کنی شهروندان تاجیکستان در دولت قطر در اساس مقررات سازشنامه امضا شده به راه مانده شود. همچنین در ملاقات با راهبران چند از شرکت‌های قطری، وزیر مهنت تاجیکستان مسائل مربوط به ترتیب به قیدگیری، حجتگذاری، حفظ حقوق‌های مهاجران مهنتی، شرط و شرایط و بود و باش داوطلبان، پیشنهادی درخواست‌های رسمی و جایهای کاری خالی از جانب کارفرمایان را بررسی کرده است. در 10 ماه اخیر 17,000 مهاجران کاری تاجیک از شهرهای روسیه اخراج شدند. وزارت مهنت میگوید به مهاجرانی که بعد اخراج یا بازگشت بیکار میمانند برنامه‌های مخصوصی را راه اندازی کردند. در میان افرادی که از روسیه برمیگردند نفرانی هستند که کسب و هنری خوب داشته زندگی را حالا در تاجیکستان میچرخانند. همکاران ما به سراغ یک مهاجر هنرمندی رفتند که بعد مشکل کار در روسیه به آزادگاهش آمده زندگی خانواده‌اش را تامین می‌کند. عبدالناظر محمدعلی ساکن 40 ساله دهه نوزمین جماعت عینی در ناحیه خراسان 1 سال پیش از روسیه برگشت. وی در ساختمان شهر مسکو با یک چند مهاجر دیگر کار میکرد، اما مشکلات زیادی مهاجران تاجیک را از نزدیک دیده است.
با وجود این به فرق از بسیاری از مهاجران و در زادگاهش شغل پیدا کرده زندگی عائله‌اش را تامین می‌کند. ما با مهاجران روسیه رفتم کار میکردیم اون طرفا دا خود اون طرف روسیه هم قینه کارم قینه انا نیکن با حاضر پیش خونه با پیش مثلا فرزندانم همینجا دا هم کارو کرده روزها رو گذرانده استیم. عبدالناظر میگوید اکثریت مهاجرانی که در شهرهای روسیه قرار دارند هنری ندارند و برای اجرای کارهای وزنین مجبور میشوند. در صورت بازگشت به وطن بیشتری آنها بیکار میمانند. مردهایی که به هنر که ندارن انا میرم روسیه کار میکنم میان موجه با کار نیستن مثلا با هنری با همین هنر با آموخته یاد گرفته مهم با هنری همین زندگیشون پیش برد میشوند. ما رفتیم دامجا کار کردیم دامجا قینه مثلا خونه کم هسته وزر و شرایط هم با وزمینتر شدگم بسیار بچه ها با گردانده استیم مثلا با پتن کنیم با قین شدگم خیلی ما همین شکر همین هنرمان بود اومده با همون نوره با دوام دادستیم. پس از بازگشت عبدالناظر مشکلات مهاجران تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کند و میگوید که اکثریت جوانان تاجیک از روسیه دیپورت می‌شوند یا از عذاب و اذیت گریخته به وطن برمیگردند. حالا عبدالناظر یک جفت کرپاچه را با نرخ 1000 سامانه می‌فروشد و میگوید طلبات به کار او زیاد است و توانسته است خانواده 7 نفرش را تأمین کند. مشتریان او نیز درباره مشکلات مهاجران تاجیک از جمله خویشاوندانشان صحبت می‌کنند. از مهاجرت‌های روسیه حاضر پیشتر کمتر ممکن سبکتر بوده است. حاضر به حد قین شده پتن میگوید داکومنت میگوید رفت اومد انا عذاب در اونجا گذشتگی ها انا با روسیه هم تیج نیست. با زیاد شدن بازگشت مهاجران از روسیه بسیاری از آنها شغل ندارند و به صف بیکاران مردیکار بازارها میپیوندند. طبق معلومات رسمی خدمات مهاجرت ولایت ختلان در 7 ماه سال جاری 3000 مهاجر از شهرهای روسیه دیپورت شدند. رهبر این نهاد به رادیو آزادی گفت که بدون مشورت آنها حق ندارند آمار 11 ماه را افشا کنند. با افزایش بازگشت مهاجران پس از سخت شدن شرایط کار در شهرهای روسیه احتمال می رود که شماره بیکاران در کشور نیز بیشتر شود. مشکل کار و زندگی بیشتری مهاجران پس از بازگشت به وطن هنوز دشوار باقی می ماند. روز 28 نوامبر در حمله‌های ارتشی اسرائیل به غزه حداقل 17 نفر کشته شدند. مقامات تندرستی غزه با تصدیق این معلومات گفتند 6 نفر در حمله به یک خانه در بیت لحیه و 4 نفر دیگر در خان یونس به هلاکت رسیدند. نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهجویان نصیرت در مرکز غزه نیز حمله کردند. در این اردوگاه 7 نفر کشته شدند. در بین کشته شدگان یک زن و یک کودک نیز هست. این حمله در حال صورت گرفته است که پس از آتشبس اسرائیل با حزب الله لبنان فلسطینی‌ها نیز به آتشبس در غزه امیدوارند. مذاکرات برای ختم جنگ بین حماس و اسرائیل ماه‌ها باز ادامه دارد اما تا حال نتیجه نداده است. در پی حمله‌های اسرائیل از ماه اکتبر سال 2023 به این طرف تقریبا همه زیرساخت‌های غزه از بین رفته. بنا به معلومات مقامات تندرستی بیش از 43000 فلسطینی کشته شدند. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز بخبر نمانیم.
آخر نوامبر سال 2013 در تاجیکستان مرکز یگانه تستی تأسیس شد که امتحان‌های ختم‌کنی مکتب‌های همگانی و داخلشوی به دانشگاه‌ها را نظارت می‌کند. این مرکز با هدف پیشگیری از رشوت به هنگام داخلشوی به دانشگاه‌ها تأسیس شد و تا اندازه توانست به هدف برسد. فراهم شدن امکانی برابر برای داخلشوی برای جوانان دار و نادار و دسترسی به رشته‌های بودجوی تحصیل یکی از دیگر هدف‌های این مرکز میباشد. 29 نوامبر سال 2018 بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل متحد چکن یک نوع گلدوزی ملی در تاجیکستان را شامل فهرست میراث غیر مادی فرهنگی کرد. فرهنگشناسان تاجیک میگویند اثبات شده است که رمزهای طاقه چکن خیلی قدیمی بوده، در آن 3 نمونه رمزی آریایی ثبت شده است. 29 نوامبر سال 1936 زادروز دلبر قاسیمووا یکی از معروفترین چهره‌های سینمای تاجیک است که در حداقل 10 فیلم نقش سیمای ملی زن تاجیک را آفریده است. او در فیلم‌های وقت زنگیری پسر، نصرالدین از خوجند یا شاهزاده زیبا، کوه آهنگر و قسمت شاعر نقش بازیده است. همسرش کارگردان روشن تورابکوف مؤلف فیلم آب از کجا میآید بود. دکبر سال 2006 دلبر قاسیمووا در دوشنبه درگذشت. صبح امروز ارزش روبل روسیه کمی بالا رفته 1000 روبل بر 98 سومانی برابر شده است. 100 یورو به 1145 سومانی و 100 دلار 1086 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان است، اما شما روزهای استراحت هم می توانید از سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی خبر و گزارش‌های نو را پیدا نمایید. برایتان استراحت خوب آرزو مندم. خدا نگهدار.